خب انتهای رج 11 بست میزنیم روی پایه بلند اول. شروع رج 12 یک زنجیره میزنیم دور همین پایه اول، 2 تا بلند برجسته از رو میبافیم، یک زنجیره دور پایه وسط، یه دونه بلند برجسته از رو، یک زنجیره دور پایه سوم، 2 تا بلند برجسته از رو، 3 زنجیره دور پایه ادغام، یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک نیمه با هم یکی میشه، دور پایه حبابی یک بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعدی با هم ادغام میشه، 3 زنجیره و تکرار. خیلی بافت آسونی داره. خب من بستم و زدم. ابتدای رجم یک زنجیره میزنم دور همین پایه اول، 2 تا بلند برجسته از رو میبافم. دور پایه دوم که میشه پایه وسط، قبلش یک زنجیره، دور پایه وسط یه دونه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، دور پایه سوم هم 2 تا بلند برجسته از رو، به این شکل. 3 زنجیره دور پایه ادغام، یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه، نو با هم یکی میشه، دور پایه حبابی یک بلند برجسته از رو، دوباره دور پایه بعدی یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدیش هم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. 3 زنجیره تکرار دور پایه اول، 2 تا بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه دوم که وسطیه یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه بعدی 2 تا بلند برجسته، 3 زنجیره، دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه یکی میشه، دور پایه حبابی یک بلند برجسته، دور پایه بعدی یک بلند برجسته نیمه، پایه بعدیش هم که ادغام یک بلند برجسته نیمه یکی میشه، 3 تا زنجیره و ادامه بافت. بافتمون تا اینجا به این شکل. رج 13 انتهای رج 12 بستمون رو که زدیم مثل رج قبل یک زنجیره دور همین پایه‌ای که بست زدیم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، یک زنجیره بعدش، دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، دور پایه تکمون یه ذرتی میبافیم با 5 تا پایه بلند، یه زنجیره بعد ذرتی، دور پایه بعدی یه دونه پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، دور پایه آخر هم تو این قسمت 2 تا بلند برجسته، 3 تا زنجیره میزنیم دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه، دور پایه تکمون یک بلند برجسته نیمه، دور پایه ادغام بعدی هم یک بلند برجسته نیمه. این 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم، 3 زنجیره و تکرار بافت. خب من بستم و زدم. یک زنجیره برای شروع، دور پایه اول 2 تا بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه وسط که تکه، دور پایه وسط که تکه پایه ذرتی میبافیم 5 بار پایه بلند به صورت کامل میبافیم، 1 2 3 4 و این هم 5. بلوغو در میاریم، از روی پایه اول این حلقه رو میگیریم و فندقیمون رو یا ذرتیمون رو جمع میکنیم. خب یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه آخر از این قسمت 2 تا بلند برجسته از رو. خب 3 زنجیره، ببینید 3 تا پایه اینجا داریم، یه ادغام، یه پایه تک، یه پایه ادغام هم این سمت، دور هر کدوم ببینید یک پایه بلند برجسته نیمه، این دور ادغام، دور پایه وسط هم به همین شکل یک بلند برجسته نیمه، دور ادغام بعدی هم یک بلند برجسته نیمه. 4 تا حلقه رو قلابه که یک جا همه رو با هم گم میکنیم، این برگ جمع میشه. 3 تا زنجیره و توضیحاتی که از ابتدای رج دادم یه بار دیگه سریع بگم. دور پایه اول از این قسمت 2 تا بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه بعدی که پایه وسط یک ذرتی می‌بافیم با 5 تا پایه بلند.
ذرتی رو جمع میکنم. یک زنجیره دور پایه بعدی، یه دونه پایه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه آخر هم دو تا بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و ادغام سه تا پایه های بعدی که اولیش پایه ادغام دور شیرین بلند برجسته نیمه، دور پایه وسط هم یک بلند نیمه برجسته، دور پایه آخر هم یک بلند برجسته نیمه، یک جا کور میشه، 3 زنجیره و ادامه بافت. این قسمت بافت پیچ تا انتهای این رج این بافت رو ادامه میدیم. شروع رج 14. انتهای رج 13 بستمون رو که زدیم روی پایه اول یک زنجیره میزنیم، رو پایه اول دو تا بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه تکمون یه ذرتی میبافیم، یک زنجیره دور ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره حالا معکوس این سمت دور پایه تکمون یک ذرتی، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه پایه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه آخر از این قسمت دو تا بلند برجسته از رو میبافیم، 3 تا زنجیره دور پایه ادغام یک بلند برجسته، 3 زنجیره و تکرار. خب من ابتدای رجم بستم و زدم، یک زنجیره روی همین پایه اول دو تا بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی که تکه 5 تا پایه بلند رو به صورت کامل میبافم و تبدیل میکنم به ذرتی. از روی پایه اول ذرتی رو جمع میکنم، یک زنجیره دور پایه ذرتی رج قبل یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره دوباره دور پایه بعد یه ذرتی میبافیم با 5 تا پایه بلند. از روی پایه اول ذرتی رو جمع کردم، یک زنجیره دور پایه بعد یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی هم دو تا بلند برجسته از رو، 3 زنجیره دور پایه ادغام 3 تا پایه‌ای که با هم یکی کرده بودیم یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و تکرار دور پایه اول دو تا بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی ذرتی، یک زنجیره دور پایه ذرتی رج قبل یک بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی ذرتی میبافیم، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه آخر از این قسمت دو تا بلند برجسته از رو، 3 زنجیره دور پایه ادغام یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و ادامه بافت به همین شکل. رج 15 انتهای رج 14 بعد از اینکه 3 زنجیره آخر زدیم بست میزنیم روی پایه بلند برجسته اول، یک زنجیره میزنیم و رج 15 رو شروع میکنیم، دور همین پایه دو تا بلند برجسته از رو میبافیم، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه تکمون ذرتی، یک زنجیره دور ذرتی رج قبل یک بلند برجسته، یک زنجیره دور این پایه تکمون که داشتیم یک ذرتی میبافیم، یک زنجیره دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره دور پایه بعدی ذرتی، یک زنجیره بعدی یک بلند برجسته، یک زنجیره آخری هم که دو تا بلند برجسته از رو، 3 زنجیره دور پایه تکمون هم یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره تکرار. بستم و زدم به ابتدای رج، یک زنجیره دور همین پایه یک بلند دو تا بلند برجسته میبافم دقیقا مثل رج‌های قبل، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعد که تکه یک ذرتی میبافیم، یک زنجیره دور ذرتی رج قبل یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره دور پایه بعدی ذرتی، یک زنجیره دور پایه ذرتی رج قبل یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره دوباره پایه بعدی ذرتیمون تو این رج 3 تاست. طبق نقشه ببافید، خیلی بافتش آسونه. ذرتی رو که جمع کردیم، یک زنجیره دور پایه بعدی یه دونه بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه آخر این قسمت دو تا بلند برجسته، 3 تا زنجیره دور پایه بلند یک بلند برجسته یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و تکرار بافت. دیگه خیلی حجم فیلم زیاد میشه.
این بافتش خیلی آسونه. تکرار از ابتدای رج فیلم نگاه کنید راحت میتونید ببافید. تا انتهای رج این بافت رو ادامه میدیم. رج 16. انتهای رج 15 بعد از اینکه بست زدیم روی پایه بلند برجسته اول یک زنجیره میزنیم و رج 16 رو شروع میکنیم. دور همین پایه یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم. دور پایه بعدی هم یه دونه بلند برجسته. ببینید دیگه زنجیره نداریم. دور پایه بعدی که تک ذرتیمون رو میبافیم. یک زنجیره دور ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بلند برجسته یک ذرتی، یک زنجیره دور پایه ذرتیمون یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره دور پایه بعدی ذرتی، یک زنجیره بعدش دور ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره دور پایه بعدی یک ذرتی. ذرتیامون شد 4 تا. دور پایه بعدی یه بلند برجسته، دور پایه آخر هم یک بلند برجسته، 3 زنجیره. دور پایه بلند برجسته تکمون یک بلند برجسته، 3 زنجیره و دوباره یک بلند برجسته دیگه، 3 زنجیره و تکرار باف. من بافتش رو انجام دادم. انتهای رجم یه قسمتش رو نگه داشتم که براتون ببافم. ببینید رجمون از روی این پایه بلند شروع میشه. بعد از اینکه بست زدیم یک زنجیره دور همین پایه یک بلند برجسته از رو میبافیم. دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته از رو. دور پایه بعدی که تک ذرتی میبافیم. بعد ذرتی یک زنجیره، دور پایه ذرتی رج قبل ببینید به این شکل میگیریم و یک بلند برجسته از رو میبافیم، یک زنجیره. دور پایه بعدی ذرتی، یکی در میان یه ذرتیه، یه پایه بلند برجسته. گفتم ذرتیامون 4 تاست. از روی پایه اول ذرتی رو جمع میکنیم. ببخشید خب یک زنجیره بعدش دور ذرتی رج قبل یک بلند برجسته، یک زنجیره. دور پایه بعدی مجدد یه ذرتی، یک زنجیره. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره. دور پایه بعدی هم ذرتی 4 رو میبافیم. خب دور پایه بعدی یک بلند برجسته، دور پایه آخر هم یک بلند برجسته، 3 زنجیره. دور پایه تکمون یک بلند برجسته، 3 زنجیره. دوباره دور همون پایه یک بلند برجسته دیگه، 3 زنجیره و تکرار بافت. دوباره توضیحاتی که از ابتدای رج دادم. من الان انتهای رجم بست میزنم روی پایه بلند اول در ابتدای رج و رج 16 رو تموم میکنم. شروع رج 17 یک زنجیره. رو نقشه ببینیم. رج 17 یک زنجیره رو زدم. دور این پایه و پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته نیمه میبافیم، با هم یکی میکنیم. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته میبافیم. دور پایه بعدی ذرتی یک زنجیره. دور ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره. دور پایه بعدی ذرتی یک زنجیره بعدش. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره. دور پایه بعدی هم یک ذرتی. ذرتیامون داره کم میشه، 3 تا میشه. دور پایه ذرتی بعدی ببینید از اینجا دیگه زنجیره نداریم، اینورم این قسمت نداریم. ذرتی آخری که گفتیم دیگه زنجیره نداریم. دور پایه ذرتی بعدی یک بلند برجسته، 2 تا پایه آخرم که با هم ادغام میشه، 3 تا زنجیره. دور پایه بلند برجسته یک بلند برجسته، فضای 3 زنجیره، 3 تا پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند دیگه تو همون فضای زنجیره‌ای. دور پایه برجسته بعدی یک بلند برجسته، 3 زنجیره و تکرار بافت. خب یه زنجیره رو که زدم به ابتدای رج، دور همین پایه که بست زدیم یه دونه بلند برجسته نیمه، یک مرحله کور میکنم، مرحله دومشو نگه دارم. دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه، اینا رو با هم یک جا کور میکنم. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته، دور پایه بعدی یک ذرتی، یک زنجیره بعدش. دور ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره. دور پایه بعدی یه دونه ذرتی میبافیم با 5 تا پایه بلند.
یک زنجیر بعد ذرتی، دور پایه ذرتی رج قبل، یک بلند برجسته از رو، یک زنجیر دور پایه بعدی، یک ذرتی همون تو این رج یه دونه کم شد 3 تا. همون میگیرم و ذرتی رو جمعش میکنم. خب بعد ذرتی آخر یه زنجیر نداریم. دور ذرتی بعدی که آخریه، یک بلند برجسته از رو، 2 تا پایه آخر با هم ادغام میشه، هر کدوم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. 3 زنجیره. خب اینجا دور پایه بلند برجستمون یک بلند برجسته میبافیم. فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. 3 زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه همونجا. خب دور پایه بلند برجستمون یک بلند برجسته میبافیم. 3 زنجیره و دوباره تکرار باف که این 2 تا پایه با هم یکی میشه. دور هر کدوم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. دور ذرتی یک بلند برجسته، دور پایه بعدی ذرتی، بعدش یک زنجیره، دور ذرتی پایه بلند برجسته، یک زنجیره و ادامه که دیگه کاملا مشخصه. ببینید به این شکل خوشه انگور ذرتی ها داره کم میشه. الان رج ذرتی همون میشه 2 تا. این بافت تا انتها انجام میدیم. میام برای رج بعدی. خب رج 17 رو من بافتم. ببینید دیگه کارمون داره قشنگ شکل میگیره. سوزن کشی بشه بیشترم خودشو نشون میده. شروع رج 18. بعد از اینکه بست دادیم به ابتدای رج، یک زنجیره، دور پایه ادغام و پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. دور پایه ذرتی یک پایه بلند برجسته، دور پایه بعدی یک ذرتی، یک زنجیره، دور پایه ذرتی وسط یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره، دور پایه بعدی یک ذرتی برجسته، دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته، دور پایه بلند برجسته بعدی یک بلند برجسته نیمه، دور ادغام بعدی یک بلند برجسته نیمه یکی میشه. 3 زنجیره. خب اینجا رو دقت کنید. دور پایه بلند برجسته یک بلند برجسته از رو میبافید. ببینید اینا روه، اینها برجسته از زیره، خلاف جهته. دور 3 تا پایه بلند ساده‌ای که داشتیم تو فضای زنجیره‌ای، دور هر کدوم یک بلند برجسته از زیر میبافیم. فضای 3 زنجیرمون 3 تا بلند ساده میبافیم. 3 زنجیره، دوباره تو همون فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند ساده. دور 3 تا پایه بلندمون هر کدوم یک بلند برجسته از زیر، دور پایه بلند برجستمون یک بلند برجسته از رو. 3 زنجیره و تکرار. خب ابتدای رجم بستم و زدم روی پایه ادغام، یک زنجیره، دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه میبافم. دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه، اینا رو با هم یکی میکنم. دور پایه ذرتی یک بلند ساده، دور پایه بعدی یک ذرتی میبافم. یک زنجیره، دور ذرتی یک بلند برجسته، یک زنجیره، دور پایه بعدی یک ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند. ذرتی همون تو این رج تعدادش شد 2 تا. دور پایه ذرتی بعدی یک بلند برجسته، دور 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. 3 زنجیره. ببینید این قسمتو، دور این پایه بلند برجسته یک بلند برجسته از رو میبافیم. 3 تا پایه بلند ساده داشتیم، دور هر کدوم یک بلند برجسته از زیر، یعنی از زیر قلابو میارم، از روی پایه میبرم زیر دوباره و نخمو میگیرم. این اولی، این پایه بلند برجسته دوم برجسته از زیر و این هم سومی. پس اولی که حاشیه کاره برجسته از روی، این 3 تا برجسته از زیر. فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره و مجدد همونجا 3 تا پایه بلند دیگه. خب دوباره 3 تا پایه بلند ساده داریم، دور این 3 تا، دور هر کدومش یک بلند برجسته از زیر میبافیم.
دور پایه برجسته از رو هم که یک بلند برجسته از رو. ببینید به این شکل هم میاد. الان رج بعد دوباره این 3 تا که برجسته از زیر بود باز برجسته از زیر، این 3 تا هم برجسته از زیر، جمع میشه 6 تا پایه بلند برجسته از زیر. فضای زنجیره دوباره 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره 3 پایه بلند میبافیم. حالا رو نقشه کاملا مشخصه. خب بعد از پایه بلند برجسته از رومون 3 تا زنجیره و تکرار باف. الان دور ادغام یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه یکی میشه. دور ذرتی یک بلند برجسته از رو، دور پایه بعدی ذرتی یک زنجیره، دور پایه ذرتی یک پایه بلند برجسته یک زنجیره، پایه بعدی ذرتی یک زنجیره، دور ذرتی یک پایه بلند، دور این 2 تا پایه هم هر کدوم یک بلند برجسته نیمه یکی میشه و ادامه. از ابتدای فیلم نگاه کنید، بافتش رو انجام بدید. خب انتهای رج 18 3 زنجیره آخری که زدیم بست میزنیم روی پایه ادغام در ابتدای رج و رج 18 رو تموم میکنیم. شروع رج 19 یک زنجیره، رو نقشه ببینید. رج 19 بعد از اینکه بست دادیم مثل رج های قبل یک زنجیره، دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته، دور یه دونه پایه که وسط برامون مونده یک ذرتی میبافیم. دوباره دور ذرتی بعدی یک بلند برجسته، 2 تا پایه بعدی یکی میشه. 3 زنجیره، دور پایه اول یک بلند برجسته از رو، دور 6 تا پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر که 3 تاش پایه بلند برجسته بود، 3 تاش بلند ساده دیگه. حالا 6 تا بلند برجسته کنار هم میبافیم، بلند برجسته از زیر. دوباره مثل رج‌های قبل تو فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره 3 پایه بلند دیگه. دوباره 6 تا بلند برجسته از زیر، پایه آخر یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و تکرار. خب دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه، بلند برجسته از رو، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. دور پایه ذرتی یک بلند برجسته از رو، دور یه دونه پایه تکی که وسط مونده ذرتی میبافیم. خب ذرتی رو که جمع کردیم، دور پایه ذرتی رج قبل یک بلند برجسته از رو، دور پایه بعدی یک بلند برجسته نیمه، دور پایه آخر که ادغامه یک بلند برجسته نیمه، اینا با هم یکی میشه. 3 زنجیره. خب دور پایه اول یک بلند برجسته از روی، یک بلند برجسته از رو، دور 6 تا پایه بلند هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. دومی، سومی، 4، 5 و این هم 6. دوباره فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره 3 پایه بلند دیگه، همونجا دقیقا مثل رج‌های قبل. دور 6 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. خب دور پایه آخر یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و تکرار باف، 2 تا پایه بعدی با هم ادغام میشه. یه دونه بلند برجسته دور ذرتی، یه ذرتی دور پایه بلند برجسته، ذرتی هامون شد یه دونه. دور پایه بعدی یک بلند، دور ذرتی یک بلند برجسته، 2 تا پایه بعدی با هم ادغام میشه. 3 زنجیره و این قسمت که دوباره یه دونه اول بلند برجسته از روی، 6 تا بلند برجسته از زیر، فضای 3 زنجیره 3 پایه بلند، 3 زنجیره 3 پایه بلند و
معکوس این سمت رو میبافیم. 6 تا پای بلند برجسته از زیر، هفتمی که آخریه بلند برجسته از رو. ببینید بافتش به این شکل میشه. رج 20 توضیحش رو بدم که دیگه دو رج آخر رو با هم بیام بگم. رج 20 ببینید چون تکراره دیگه من بافتش رو انجام میدم، فقط توضیحش رو بدم. بعد از اینکه بست زدیم یک زنجیره دور پایه ادغام، یک بلند برجسته از زیر، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته از زیر با هم یکی میشه. دور ذرتی یه دونه بلند برجسته، دور پایه بعدی یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه یکی میشه. دیگه ذرتی نداریم. 3 تا زنجیره دور پایه اول یک بلند برجسته از رو، 9 تای بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. دوباره فضای 3 زنجیره مثل رج‌های قبل، 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند. خب 9 تای بعدی هر کدوم یه دونه بلند برجسته از زیر، آخری یک بلند برجسته از رو. دیگه این 9 تا 3 زنجیره و دوباره تکرار باف. پس پای بلندای برجسته از زیرمون میشه 9 تا که رج بعد دوباره 3 تا بهش اضافه میشه. رج 20 بافتشو انجام میدم. میام برای رج 21 و 22. خب عزیزان من رج 20 بافتم. انتهای رج یه مقدار براتون ببافم، توضیحشو که دادم توی پارت قبلی. ببینید بعد از اینکه بست زدید روی این پایه ادغام یک زنجیره میزنید و دور همین یک بلند برجسته نیمه میبافید. دور پایه بعدی هم یک بلند برجسته نیمه و اینها رو با هم یکی میکنیم. دور ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعدی دوباره با هم یکی میشه، یعنی دور هر کدوم یک بلند برجسته نیمه که با هم ادغام میشه. 3 زنجیره دور پایه بلند برجسته از رو که یک بلند برجسته از رو میبافیم. دور پایه بلندای دیگه که 9 تا شده یکی یه دونه بلند برجسته از زیر میبافیم. این هم پایه 9. خب فضای 3 زنجیره مثل رج‌های قبل، 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه. خب دور 9 تا پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. به این شکل دور پایه آخر یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و ادامه بافت که الان من انتهای رجم بست میزنم روی ادغام اول در ابتدای رج و این رج رو تموم میکنم. یک زنجیره شروع رج 22. بعد از اینکه بست زدیم یک زنجیره، این 3 تا پایه‌ای که برامون مونده دور هر کدوم یک بلند برجسته نیمه میبافیم، با هم یکی میکنیم. 2 زنجیره دور پایه اول یک بلند برجسته از رو میبافیم. دور پایه های بعدی یعنی 12 تا پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. 2 زنجیره فضای 3 زنجیره یک پایه بلند، 2 زنجیره معکوس این سمت دور 12 تا پایه بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. دور پایه آخر یک بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و تکرار دوباره 3 تا پایه‌ای که داریم هر کدوم یک بلند برجسته نیمه با هم یکی میشه. خب یک زنجیره زدم برای شروع، یه دونه دور همین پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه میبافم. یک بلند برجسته نیمه دور پایه وسط، یک بلند برجسته نیمه هم دور ادغام آخر. 4 تا حلقه‌ای که رو قلابه یک جا کور میشه. قسمت بر کامل شد. 2 زنجیره دور پایه اول یک بلند برجسته از رو، 12 تای بعدی هر کدوم یک بلند برجسته از زیر. خب پایه 12 هم که برجسته از زیر بافتیم، 2 زنجیره فضای 3 زنجیره یه دونه پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره و دوباره 12 تا پایه داریم که هر کدوم یک بلند برجسته از زیر میبافیم. دور پایه آخر هم یک بلند برجسته از رو. خب 2 زنجیره تا رج قبل 3 زنجیره بود، این رج 2 زنجیره است. خب دور پایه ادغام یک بلند برجسته نیمه، دور پایه بعدی هم یک بلند نیمه و پایه سوم هم یک بلند برجسته نیمه که با هم یکی میشه. 2 زنجیره و ادامه بافتش رو انجام میدم. میام برای رج
آخر. رجع 22. بعد از اینکه بست زدیم روی این پایه ادغام، یک زنجیره دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو می‌بافیم. زنجیره دیگه نداریم. دور پایه اول یک بلند برجسته از رو. دور پایه بعدی یک حبابی با 3 بار نخ می‌گیریم. بعد یه پیکوت 3 زنجیره، خب به صورت برجسته است حبابیمون، یه حبابی برجسته با یک پیکوت. دور پایه بعدی یک بلند برجسته، یکی در میون یه حبابی پیکوت داریم، یه پایه بلند برجسته از رو تا پایه آخر، یعنی پایه 12 پایه بلند برجسته است. فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافیم. دور اون یه دونه پایه‌ای که داشتیم یه ذرتی میبافیم، یه پیکوت 5 زنجیره. دوباره فضای 3 زنجیره بعدی 3 تا پایه بلند، بعد معکوس این سمت قرینش، دور پایه اول یک بلند برجسته، دور پایه بعدی حبابی پیکوت، دور پایه بعدی یک بلند برجسته، پایه بلند آخرم که برجسته است روه و تکرار دور پایه ادغام یک بلند برجسته. رجع 22 رجع آخر من بافتش انجام دادم. ببینید به این شکله. قسمت انتهاییش رو نگه داشتم که بهتون نشون بدم. شروع رجمون از روی این پایه ادغامه. بعد از اینکه روی این پایه ادغام به ابتدای رج بست زدیم، یک زنجیره و دور همین پایه ادغام یک بلند برجسته از رو می‌بافیم. دیگه زنجیره نداریم. دور این پایه برجسته از رو یک بلند برجسته از رو می‌بافیم. دور پایه بعدی یک حبابی با 3 بار نخ برجسته از رو، یک بار، 2 بار و 3 بار. 3 بار نخ گرفتیم. توی 2 مرحله کور میکنیم. یک بار نخهایی که گرفتیم، یک بار 2 تا حلقه باقی مونده. 1 2 3 تا زنجیره از روی پایه بست میزنیم و تبدیلش میکنیم به پیکوت. دور پایه بعدی یک بلند برجسته از رو. دور پایه بعدی یک حبابی با همون 3 بار نخ. 1 2 و 3. نخهای گرفته رو کور میکنم. یک بارم 2 تا حلقه باقی مونده رو دوباره 3 تا زنجیره که تبدیل میشه به پیکوت. ببینید زنجیره بالا رو میگیرم و دیواره کنارش رو، دقیقا همون 2 تا حلقه‌ای که در انتها کور کردیم. خب بستمون رو میزنیم، پیکوت جمع میشه. دور پایه بعدی یک بلند برجسته، دوباره دور پایه بعدی حبابی، دور پایه بعدش بلند برجسته، یکی در میون. به همین شکل که گفتم 6 تا پایه حبابی باید داشته باشه. خب حبابی و پیکوت آخرم بافتم. ششمی رو که بافتیم، یه پایه دیگه هم داریم، دور اونم یک بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و این هم 3. یه دونه پایه بلندی که این وسط داشتیم دورش ذرتی میبافیم با 4 یا 5 بار نخ، 5 تا پایه بلند. اگه جا نداشتید باید اون نختون ضخیم بود، با 4 تا پایه بلند ذرتیتون رو ببافید. از روی پایه اول ذرتی رو جمع میکنیم. 5 تا زنجیره 3 4 5 از داخل زنجیره اول یا همین انتهای ذرتی که جمع کردیم به این صورت قلاب رو وارد میکنیم و پیکوت رو جمع میکنیم. میتونید از داخل زنجیره اول جمع کنید. خب فضای 2 زنجیره 3 تا پایه بلند. حالا قرینه سمت مقابل، دور پایه اول از این سمت یک پایه بلند برجسته از رو، دور پایه بعدی حبابی و یه پیکوت 3 زنجیره بالاش. حبابی رو جمع کنیم، 2 3 تا زنجیره تبدیل میشه به پیکوت. دور پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، دوباره به همین شکل یکی در میون حبابی و پایه بلند میبافیم. پایه آخر باید با حبابی تموم بشه، یعنی حبابی و پایه آخرم که بلند برجسته از رو.
بفتشو انجام بدم. حبابی و پیکو تا آخرم بافتم. دور آخرین پایه یک بلند برجسته از رو، دور پایه ادغام هم یک بلند برجسته از رو و تکرار بافت. دور پایه بعدی، پایه اول یک بلند برجسته از رو، بعدی حبابی و به همین شکل تا انتهای رج بافت ادامه میدیم. من الان انتهای رجم بست میزنم روی پایه بلند برجسته که ابتدای رج دور پایه ادغام زده بودیم. به این صورت و این رج تموم میشه. یک زنجیره دیگه میزنم و کات میکنم، میکشم و محکمش میکنم. اضافه نخم با سوزن زیر بافت پنهان میکنم. خب بافتمون تموم شد. حالا باید بره برای سوزن کشید. کاملا ببینید اینو از نوک پیکوت ها بکشید و سوزن بزنید و اگه خواستید بخار بدین و اگر هم که آهار خواستین آهار بزنید. خب این هم از آموزش این ماندالای زیبا. امیدوارم که به راحتی ببافین و لذتش رو ببرین. مرسی که همراه هم هستین. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدارتون.